اگه کشاورز هستی و توی صنف آبیاری داری فعالیت میکنی، با من همراه باشید تا بهتون بگم چه نوع شیرفلکه‌ای بگیرین که در ادامه آبیاریتون به مشکل نخورید. یکی از مهمترین ویژگی‌های شیرفلکه‌ها توی سیستم آبیاری اینه که عمر طولانی داره و آببندی 100% برای ما انجام میده و هدر رفت آب ما رو به صفر میرسونه. از مهمترین ویژگی‌هایی که باید دقت کنید در زمان خرید شیرفلکه، یک اینه که شیرفلکه شما از ضخامت استانداردی برخوردار باشه که در زمستون‌ها یا زمانی که تنش‌های محیطی هست یا ضربه راحت ترک نخوره و نشکنه. مسئله بعدی شافت شیرفلکه است. این شافت کاری میکنه که زبونه شما بالا پایین بشه و بسیار مهمه که متریال این از چه نوع جنسی باشه. و توی شیرفلکه هایی که بهتون میخوام معرفی کنم، شیرفلکه فولاچیر تماما از جنس استیل کار شده، استیلی که خورده نمیشه، استیلی که زنگ نمیزنه و بسیار مقاومه. مسئله بعدی زبانه شیرفلکه است. زبانه حکم دروازه اصلی شیر شما رو داره که آببندی شما رو انجام میده و در صورتی که ترک بخوره یا مشکلی براش ایجاد بشه ممکنه آب شما هدر بره و ضررهای بسیار سنگینی براتون ایجاد کنه. شیرفلکه فولاچیر زبانش از جنس لاستیک EPDM تشکیل شده که وزن و متریال بسیار عالی داره و از همه مهمتر داخل اون از مهره برنجی درجه 1 کار شده که زمان سفت شدن باعث میشه رد نکنه. و از همه مهمتر تمام شیرفلکه های فولاچیر تست میشه و بعد از اینکه تست شد روی اون اگه من اینو چرخونم میبینید که برچسب کنترل کیفیت میخوره و روی تک تکشون شماره سریال داره و هر زمانی که مشکل بخوره میتونید با فرستادن عکس اون برای ما از خدمات پس از فروش، تعویض یا تعمیر در محل خودتون به صورت کاملا رایگان بهره مند بشید.